سلام، وقتتون بخیر. شنیدم استخدام داریم، برای مصاحبه اومدم. من لیسانس دارم. شرمندتونم خانم، ولی ما نمیتونیم آدمای احمقو استخدام کنیم. میگم تا بیرون همراهیتون کنن. نمیخواد، خودم میرم. این دختری عوضی همه چیو خراب کرد. نمیتونه که همینجور به خودش راست بگرده. تقاضا کارشو پس میده. آره، دیوونه این عوضی دختری. چرا منو اینجوری صدا کردی؟ حالا دیگه روم نمیشه برم دانشگاه. شاید چون تو من احمق صدا کردی. مصاحبه کاری میخوام. معلومه که احمقی. دختره خودخواهه بدجنس زشت. بچه‌ها خبر جدیدو شنیدیم. اگر بتونیم رفتارمون رو بهتر از قبل انجام بدیم اون کلمه ها پاک میشن. راست میگی؟ تو به هر حال احمق هستی، قرار نیست فرقی به حال تو بکنه. ولی من اینقدر که خوب و مهربونم به محض اینکه صبح بیدار شم همشون پاک شدن.